حل برابش حاصل میشه. بچه ها قراره که توی این ویدیو براتون بگم که البته بگم که نداره، وایس یه لحظه من صفحه‌مو کوچیک‌تر بکنم، بابا یه لحظه صحبت بزنم. بچه ها قراره که ما از این پیستی که در بالاهای بالها مگه بالا بال داریم بچه، این جایی که داریم قراره که اگه بریم و ببینیم تا کجا میریم، اگه به آخرش برسیم کد ماشین لامبورگینی RGB برای ما باز میشه و عجیب ترین چیزش اینه که ماشین RGBه، یعنی هی زودور رنگ عوض میکنه. عالی. قراره که با این ماشین بریم سراغ و بچه ها اگه میخواین این بازی رو براتون حالا اسمشو بگم حتما تو کامنت ها به هم بگید یا لینکش رو براتون بذارم. و بچه این ویدیو تا آخر ویدیو میردون میگم یا خدا اونورم که نره بپر بچه چون متاسفانه ریدیم تو پارت اول، یعنی تو همون اولش، همون ریدیم اولش، باید دوباره بریم. به ماشینه اسمشو یادم رفت، چی اسمش؟ بچه ماشین RGB بود. من یه پرندم آرزو دارم. بچه برو ای پدرتو من پدر سگ ریدی تو ماشین دیگه. اگزوز داره ماشینه. ایوا درست خیلی میدونستم. مثلا من از اونجایی که من همه ماشین رو اختار کرده میدونم که کی درست میشه ماشینه. بچه با پای بچه باید دیگه آروم بریم. بچه رفتیم پشم موجی. بچه رفتیم What the fuck حوجی چون اولش رفتیم. چرا الان فکر کنم باید برم بالا بیاره دیگه. خب بذار ببینم چند بچه 2 دقیقه شده تازه. وایسا یه لحظه بچه ببخشید. قشنگ از اونجایی که خیلی مهربونه و اصلا ماشین کسی رو اصلا نمیدزده، برای همین میخواد ماشین کسی رو ندزده. برای همین ما هم باید ندزدیم دیگه. باید با ادب باشه، خوب باشه، بی ادب نباشه. باید اصلا نباید آدم بی ادب باشه وقتی که این ماشین داره. من امیدوارم که از این بچه وسطش نرم پایین. که برم پایین ماشین RGB بود نمیاد. میدونی چرا الان نمیاد این ماشینه؟ باید SMS کدشو برش دارم که ماشین RGB بشه. RGB باید بشه ماشین بودو باز بده تا RGB بشه. در یکی از درای اینجا پشمو چون ماشین میگن به همین. ببین سگزونه. برو اله پروا بچه اونجاست. ببین پیست پرش. ببین من درست میگم یا نه. شما هم راستشو بگین، شما ماشین بازید یا موتور باز؟ من که داشته هنگه ماشین بازه. دوباره بریم. البته این مهم نیست، بذار یه بار دیگه بریم در حال ویدیو. بچه 400 تایمون تبریک میگم، داریم میرینیم. وای چیز نمونده بچه ها به 400، چیز نمونده بچه ها به 500 تایی. حتما ادامه بدید، یعنی ادامه میدم. و بچه ها این لایکی کن واقعا به من انرژی عجیبی داد. اینقدر بازدید کرده ویدیو من و کل پشمای من، برگای من، همه چیه من ریخته. همش ریخته، یعنی پیشرفته خوبی داشتیم. اگه این مدل بچه پیش بریم واقعا من چاکر شما هستم. ببین وای برو چه نیفتادیم زمین، همونش خوبه.
خدایا شکرت. برو همین چپ کنیم. بچه ماشین آزیبی رو کنم مثل میشه شما. میشه بچه یکی هم بالا تایم ویدیو واقعا خیلی زیاد شده، 5 دقیقه شده و بچه ماشین آزیبی همون اومد. خدایا خدا. الان ماشین آزیبی من خیلی قشنگ شد. چه ماشین گیمینگه. ببین ماشین گیمینگه. آخر ویدیو دیگه ماشاءالله. نمردی. بچه ها اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت و سابسکرایبتون نره و بچه اگه میخواید پارت 2 و 3 شم براتون بذارم که واقعا خیلی خفنه. من خودم یه بار بازیش کردم. اگه میخواید پارت 2 و 1 البته این پارت 1 بود دیگه، تا پارت 2 و 3 بچه تو پارت 2 قرار که با قطار از روی بمب ها رد بشیم. تو پارت 3 قرار که بریم دایناسور ببینیم. حتما پس این ویدیو رو لایکشو به بالاترین حد خودتون برسونید تا منم انرژی بگیرم و براتون این ویدیو رو رکورد کنم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.